در حسابات ناظر کل باسازه افغانستان که روز 3 اکتبر نشر شد گفته می شود که به خلبانهای افغانستان میسر شده است که ماه اوگوست در پیشروی به دست جنگیان حرکت طالبان افتادن این کشور 25% چرخبال و هواپیماهای جنگی اردوی دولتی را به کشورهای همسایه تاجیکستان و ازبکستان گریزانند. این نهاد جمع تکنیکای هوایی اردوی دولتی افغانستان ماه ایول سال جاری 167 عدد برشمرده گفته است که بیش از 40 عدد آن به کشورهای همسایه گریزانیده شده است. در میانه ماه اوگوست وقتی جنگیان طالبان مزار شریف بزرگترین شهر شمال افغانستان را به دست آورده پایتخت شهر کابل را احاطه کردند، صدها نفر از نظامیان افغان چه از نیروهای هوایی و چه از نیروهای زمینی به صورت عمومی به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. از جمله دهها خلبان اهل عائله خود را به چرخبال و هواپیما بار کرده از میدانهای هوایی مزار شریف و کابل به طرف شمال فرار کردند. بنا به اطلاع خبرگزاری فرگنه حدود 500 نظامی نیروهای هوایی افغانستان و خویشاوندان آنها در ترمیز افغانستان نشستند. گفته میشد که پرزیدنت افغانستان اشرف غنی نیز با افراد نزدیکش در 4 چرخبال پر از پول در ترمیز نشست و سپس از ازبکستان به دبی رفت. بنا به گزارش ها حدود 15 خلبان افغان با هواپیماهای سبک نوع A-29 سوپر توکانو، 11 خلبان با چرخبال‌های بلک هاوک، 12 لیاچک با ورتالیات‌های MD-503 و لیاچک‌های زیاد با ورتالیات‌های می-17 به ازبکستان پناه آوردند. وزارت خارجه ازبکستان خبر داد که روزهای 12 و 13 سپتامبر همه حربیان افغانی به این کشور فرار کرده به کشور سوم انتقال داده شدند. رسانه‌ها خبر دادند که آنها را به یک پایگاه امریکا در خلیج فارس انتقال دادند. در تاجیکستان بنا به گزارش‌ها بیش از 150 نظامی افغان از جمله لیاچک‌ها با شمول یک زن حامله باقی ماندند. انتظار می‌رود روزهای نزدیک امریکا آنها را به یگان کشور سوم امن انتقال دهد. در اول ماه اکتبر در کنگره امریکا ضمن بررسی این مسئله گفته شد که لیاچک‌های افغان 16 چرخبال و هواپیما را به تاجیکستان گریزانیدند. ماه سپتامبر خبرگزاری روسی آویاپرو خبر داد که در روزهای تصرف افغانستان از جانب جنگیان طالبان خلبان‌های نیروهای هوایی اردوی ملی توانستند دست کم 61 تکنیکای هوایی از جمله 26 چرخبال و 35 هواپیمای جنگی را به کشورهای همسایه گریزانیدند. با این کار طالبان را از استفاده یک بخش اعظم تکنیکای حربی اردوی ملی محروم کردند.